سلام دوستان، خوش اومدین به چنل خودتون. امروز آمدم با یه آموزش خفن دیگه و اینکه حالا آموزش چیه؟ خیلی خب، آموزش از این قراره که بریم با هم دیگه بازیای سایت فلش رو دانلود کنیم که خیلی کار سختی نیست. بهتون آموزش میدم و اینکه خب روی هر لانچری نمیشه بازیای فلش رو بیاری بالا و هر لانچر مخصوص خودشو داره. حالا میریم سراغ آموزش. بهتون میگم فقط قبل از اینکه آموزش رو شروع کنم حتما لایک کن، سابسکرایب فراموش نشه. اگر از اینستا میبینی منو دنبال کن، اگر از یوتیوب میبینی سابسکرایب کن. چنل تلگرامی رو حتما داشته باش و اینکه داخل چنل تلگرامی لینک هر برنامه‌ای که نیاز باشه رو میذارم که خیلی ساده بتونین وارد وبسایت ها بشین و اینکه حتما حمایت کنین، کامنت فراموش نشه. خیلی خب، لتس گو، بزن بریم سراغ آموزش. خیلی خب، اول اینکه باید در واقع برنامه SYF فایل پلیر رو دانلود کنین که برای همون لانچر بازی فلشه که حتما باید این برنامه رو دانلود کنین که کار سختی نیست. داخل گوگل هست، در دسترس داخل گوگل. الان وایسین تا بهتون نشون بدم. SYF فایل پلیر، برنامه های زیادی هست که در واقع میتونن بازی فلش رو لانچ بکنن، ولی خب از همش بهتر همین بود که من الان دارم. اینجا اولین سایتی که وارد میشین اینم آدرس سایت هست. حالا سرچ کنین میاد همون اولین سایت میاد براتون. اینجا دانلود ناو رو که بزنید، خب صبر کنین، اینجا کلیک میکنین یه بار، صبر کنین تا لود کنه. بله، اینجا حدود 405 کیلوبایته که دانلودش میکنین رو سیستمتون و فرایند دانلود رو انجام میدین. خیلی خب، وقتی که دانلودتون تموم شد، برنامه رو دانلود کردین، حالا وقتش که بازی های فلش رو دانلود کنیم که در واقع نیاز به اینترنت هم دیگه ندارین. اگه یادتون باشه قبلا آنلاین همشون رو بازی میکنیم و چقدر اینترنت مصرفی کردن، ولی الان دیگه آفلاین هم میشه بازیشون کنین. خیلی خب، وارد گوگلتون میشین. حالا آدرس این سایت رسمی بازی های فلش که داخلش در واقع بازی های پاپالوی هست. بازی های پاپالوی در واقع یه بازی هستن که داخلشون میشه آشپزی انجام بدی. خیلی قدیمیه این بازی که الان دیگه در دسترس نیست. به حالت عادی بخواین بازی کنین در دسترس، ولی داخل سایت رسمی خودش هست. خب اولش که وارد سایت میشین، صبر کنین تا من وارد همون بشم، با همچین صفحه‌ای مواجه میشین که از اینجا نمیشه بازی ها رو دانلود کرد. باید بیاین آخر سایت و اینجا، ای بابا، از اینجا Free Games for your site رو بزنید که بله اینجا همه بازیاشو میاره، تمام نسخه رو، و خیلی ساده میتونید دانلود کنید. الان مثلا حالا من یکی از بازی ها رو مثلا دانلود میکنم. بله، یه چیزی حدود 6 مگابایته، خیلی حجم زیادی ندارن این بازی پاپالویی. خیلی خوب، حالا هر بازی که خواستین از اینجا دانلود میکنید. کارتون که تموم شد با این بازی ها، یعنی هر کدومش که خواستین دانلود کردین، دیگه گوگلتون رو ببندین، باش کاری نداریم و حالا وارد دیسپیسی میشین. وارد جایی میشین که در واقع بازی های پاپالویتون رو اونجا ریختین. حالا من یه فایلی کلا برای بازیه در نظر گرفتم. هرچی فایل از داخل سایت دانلود کردم ریختم داخل یه فولدر جدا به عنوان بازی پاپالوی. خیلی خب، اینجا فایل زیپشو دارم. مثلا همین اولیه رو انتخاب میکنیم. حالا چجوری میخوایم بیاریمش بالا؟ خیلی خب، اینجا از گزینه که وینرار اکسترکت فایل رو میزنید و اکسترکت میشه فایل. خب و یه فولدر بهتون میده که اینجوری هست و اینکه حالا وقتی بازش کنید، بله اینجا چند تا فایل میبینید. حالا این فایل اصلیمون در واقع که اینجا نوشته. خیلی خب، حالا دیسپیسی رو میبندیم، SYF فایل پلیر رو اجرا میکنید داخل تمام صفحه. حالا تمام صفحه اینجا گزینه فایل اوپن رو میزنیم. حالا میرم به بخش
دقیقا میرم به همون بخشی که داخل فولدر بودیم که داخلش بازی پاپالوی بود. خیلی خوب، صبر کنیم پیداش کنم. آها ایناشش پاپالوی. بازش میکنم. حالا فولدری که خواستین رو باز میکنین، بازی که مد نظرتون هست رو باز میکنین و اینجا خودش یه فایل بیشتر براتون نمیاره دیگه، اون عکس‌ها و اینا رو نمیاره، فقط یه فایل میاره که میتونه از پسوندش پشتیبانی کنه. حالا من دوباره روش کلیک کنم. اینجا یه صفحه بهتون نشون میده که هیچی نیست. پلی رو میزنید. بله، همونطوری که میبینین بازی خیلی روون و نرم داره برامون اجرا میشه. وای میزیم تا لود کنه. کانتینیو. وایسین تا بره جلوتر. همونطوری که میبینین کامل داره اجرا میشه بدون هیچ مشکلی، لگی، باگی، هیچی نداره. بهترین لانچری که میتونه این بازیای فلش رو اجرا کنه همین SWF فایل پلیره که اینم از این آموزش که چطوری بازی فلش رو دانلود کنیم. تو هم برو سر جای خودت. خیلی خوب، اینم از این آموزش. امیدوارم لذت برده باشید. قبل از اینکه ویدیو رو ترک کنین لطفاً یه لایک بزن پای همین ویدیو، کامنت برام بذار تا ویدیو بره بالا و همینطور اگر از یوتیوب میبینی سابسکرایب و اگر از اینستا میبینی منو دنبال کن. چنل تلگرامی رو حتما داشته باشید. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.